سلام، خوش آمدید به دومین جلسه از سلسله دروس روانشناسی. اگر تا حالا از خود پرسیده اید که روانشناسی از کجا شروع و چطور به یکی از مهمترین علوم امروز تبدیل شده، این ویدیو برای شماست. تصور کنید بیش از 2000 سال پیش فیلسوفانی در آتن در حال گفتگو بودند. یکی از آنها، افلاطون، باور داشت روان انسان از جهان برتر آمده و پس از مرگ به آن باز می‌گردد. او ذهن را سرچشمه حقیقت می‌دانست. شاگردش ارسطو زمینی تر فکر میکرد. روان را بخشی از عملکرد بدن میدانست و معتقد بود برای شناخت آن باید رفتار انسان را در دنیای واقعی بررسی کرد. صدها گذشت. در قرون وسطی روانشناسی در قالب روح و ایمان تحلیل میشد. علم هنوز اجازه ورود نداشت. اما با آغاز رنسانس فلاسفه مانند دکارت ذهن را مستقل از بدن دانستند و پرسیدند آیا می توانیم آگاهی را بشناسیم؟ و بعد انقلاب علمی قرن 19 بازی را تغییر داد. سال 1879 ویلیام وانت در لیپزیگ آلمان نخستین آزمایشگاه روانشناسی تجربی را تأسیس کرد. ذهن انسان برای نخستین بار وارد دنیای آزمایش و اندازه‌گیری شد. از آنجا مکاتب گوناگونی شکل گرفتند. ساختارگرایان به دنبال اجزای ذهن گشتند، کارکردگرایان به دنبال کارکردهای آن. فروید از ناخودآگاه سخن گفت و رفتارگرایان ذهن را حذف کردند تا فقط رفتار را بسنجند. امروز روانشناسی فقط درباره بیماری نیست. این علم تلاش می کند بفهمد انسان چطور فکر می کند، تصمیم می گیرد، عاشق می شود، می آموزد و رشد می کند. اگر این ویدیو برایتان مفید بود، فراموش نکنید که آن را با دیگران به اشتراک بگذارید. با امید دیدار در مسیر شناخت ذهن.